من برای شما وزن نمیخوانم، فقط درباره فلسفه مدح و مدح سروی یک دو سخن میگویم. چنانه که در اینجا برادرمان علامت قید کردند، مدح سروی یکی از سنت های دیرینه مذهبی مردم بدخشان می باشد و پیروان مذهب اسماعیلیه از دیگر کشورها نیز رسم و آیین مذهبی گوناگون دارند. ما مدح سرایی داریم، برادران ما از پاکستان و هندوستان گنان میخوانند و مدح سرایی این نه فقط هنر است و هنرمندی است، این یک درس است. مدح سرای هنرمند در برابر هنرمند بودن باز یک معلم است و یک مسئولیت برگردن خود دارد. مولانا حضرت امام سال 1967 در یک از فرمانهای خود قید کرد که نفرانی که قصیده میخوانند، گنان میخوانند و قاری قرآن هستند، برای آنها بسیار مهم است که تو پیش از همه به معنی متنی که میخوانند صرفاً بروند. مولانا حضرت امام تکرار کرد که این بسیار مهم است که آنها باید بفهمند که چه میخوانند. و شما میدانید که مؤلف متنهای مدح
شاعران و فیلسوفان گوناگون هستند، از خود ابو عبدالله رودکی سر کرده تا امروز هم شاعران مدیه می نویسند و در بین این شاعران نفرانی بودند که آنها فیلسوف بودند و آنها افکار فلسفی خود را توسط نظم نوشتند. یعنی نه هر یک فیلسوف شاعر است و نه هر یک شاعر فیلسوف است. برای همین وقتی که مدحیه خان متن را انتخاب می کند، او باید پیش از همه طرفه متن را بسنجد که آیا به تعلیمات مذهب ما برابر است یا برابر نیست. و غیر از این در خود داخل مذهب شیعه هم شاخه‌ها هستند که تعلیماتشان از مذهب اسماعیلیه، تعلیمات مذهب اسماعیلیه فرق دارد و مدیه سرای باید این را درک بکند. یعنی او باید دانش خوب مذهبی داشته باشد. مثال در بدخشان بعضی وقتها مدیه گوش میکنی، وقتی که امامان طیبین را تعریف و تفسیر میکنند تا مولانا جعفر الصادق میوایند و اون طرف چپ میگذارند. و حتی امروز هم در بعضی جاها همین گوش وقتی که صدای مدیه سرا به گوش آدم میرسد، دقت میدهی متن رو میخواند که به تعلیمات مذهب ما دخلی هم ندارد. برای همین وقتی که یا مثال زیاد از همه مشهورترین حلالاب لب لب هم است. اگر سوال کنید که معنی حلالاب یا که معنی خود کلمه لب چه است، نه همه کس میتواند به سوال شما جواب بدهد. لیکن این متن را میخوانند و این بسیار برای ما مهم است. یا اینکه مثال دیگر میگویم، در بدخشان یکی از دیگر متن‌های مشهورترین است که درباره تناسخ است. الا ای آن که میگویی مدام دانسته عاقل، بیا حل کن اگر مردی مرا این قصه مشکل. و نسبت این را میدهند به ناصر خسرو و خلاصه در این متن گفته می شود که وقتی که انسان میمرد روح او به کجا می رود. و این متن با تعلیمات رسمی مذهب اسماعیلیه مخالف است، در تضاد است، ضد است، لیکن آن را از نام ناصر خسرو در همه جا میخوانند. برای همین من باز تکرار میکنم که مدیه سرایی یک مسئولیت است. مدیه سرا یک معلم است، معلمی که با مردم پند و اندرز میگوید، با مردم فلسفه مذهب را میگوید. برای همین مدیه سرای باید دانش خوب مذهبی داشته باشد. و چون امروز من وقت شما را زیاد نمیگیرم، امروز ما این برنامه‌ای که محفلی که برای ما تهیه کردند، این محفل نخست است و من امید دارم که انشالله در آینده ما کوشش میکنیم با همراهی کمیته فرهنگ در یک جایگی همین گونه محفل ها را دایر میکنیم و کوشش میکنیم که کار از دایره تعلیمات مذهبی بیرون نبراید و ما با مدیه سرایان همکاری بکنیم، آنها با ما همکاری بکنند و در یک جایگی انشالله همین گونه محفل ها را تشکیل کنیم. خب تشکر زیاد.
ذات او ذاتی خدا و نور او نوری اوز ذاتی لایزالی اوز حولادی سمد دیری خان بخوان او را محمد چون وسی من که شعری محمودن را ز حشاشت فرماید خدا ای چنون مدح خان اومد مولانا بدان در قیامت دستگیری توست آن مشکل کشا
جمیلم یزال زمان الشاید مردان دیدیم روشنای دلی مولای روم چشم باطین آثار یادی دیم
با طالع نک و روزگاره
بیو که تو شهر را نولو هست، به نول بر حق موز نوله ها هست. اگر به درد گناهت طبیب می طلبی، طبیب درد گناهی تو نام حلا است. ز او تو روی مگردان، ز خاک درگاه دوست. هر آن گدا که در این راه قدم نهد شوست. اگرچه غرق گناهی از او مشو نومید، بیا بیا که هنوزم به سوی او راه است.
برا تو خواجه غمی کشتیگاه عقبا خور که نامه‌ای گنات کو طاعتت کوه است. آرا که جای نیست جهان جمله جای اوست. در شهر کجا که شباید سرای اوست. به خانمان که هیچ ندارد بجز خدا او را گداه مگوی که سلطان گدای اوست. مردی خدا با مشرق و مغرب غریب نیست. چندان که می رود اما ملک از خدای اوست. بگذار هرچی داری او بگذر که هیچ نیست. این 5 روز عمر که مرگ از قفای توست. کوتاه دیدگان امرات طلب کنند. عارف بلا که راحت او در بلای او دوست دست یافت. درش بعد از آن نگرد اژدهای اوست. هر آدمی که کشته‌ای شمشیر عشق شد. خونبهای اوست. از دست دوست هرچه ستانی شکر بود. سعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست. السلام تازه تر گلبرگ سرای وجود. السلام ها کتاب عجب یادم نتافت.
نور پاکت کس نبرد از قدسیان او را سجود. سلامت میفرستم مردم ای فخری کرام تا که آید یک حلیکم در جوابی صد سلام. امید من با فضل خداوند اکبر است، آرام جان ما به ثنای پیامبر است. نازم بدان رسول که نامش محمد است، رویش ماهتاب و قدش صنوبر است. از بر اوست هرچه خداوند آفرید، از نور اوست هرچه بگیتی منور است. صد هزار رحمت و شادی و خرمی با حال مصطفی که شهنشاه سرور است. صد هزار فضل بدان قد و قامتش، 300,000 نور بدان قدر منظر است. آقد خاد قامته در لحد کنون، از ما و ستاره پروین کوتر است. بیشک شفیع ما به قیامت محمد است. آرا که دوست کمبرا سلمان و بوزر است. آن را که دوست دارد داماد مصطفی است. باشد که امر او دیگره مهر حیدر است. معصوم مملیان که مدامند روز و شب، امید من به فضل خداوند اکبر است. سیمرغ عرش معجزی تبریز شمس دین، سلطان حملیاست ز جمله فزونتر است. مراد حاصلم، او به حلی
در دلم از دم مرتضی ولی شبای ها بی زمزمم پیش خدا چه مرمم آن مقصد هر دو حالمم از دم مرتضی ولی منم قمر منم خسرو بر منم پیر رهی نظر منم از دم مرتضی فرعونی که جان دادم او را نبداد
حکم کنم شاهم پروای کسانم من مسان حلال را در کام سن کردم بر کال جگرهایش ازم به درآدم من بیچاره حسینم را خودش نلبان کشتم در دشت فرات او را به سر گذراندم من از بندگی بنده صد مریل بالایم هر شایی که جان دادم روزی برسانم من بگذر تا آخر امروز از جان فنای خویش در سینه خود موگی خنجر بخلادم من ای دل حق دستت با جوانه ای دل حق دستت با دوغه ارجایی خطاب بنده حساب اجره خطاب است مستجاب ای دل مباش غافل از اقماش و قدور از حق حساب رحمتش رو به صفت زبان یک شال نور حق اگر از درد دل فتد رخسار قد شود با نظر صد شود کتاب این نوری قلوب ماست شمور است بنگری زان نور روز غشم برون آرد از نقاب گر یک زمان مساقب تخریز بنگری مستی مایی غلط شبیه دل خراب من ای شمس دین مغفر تبرز حق شدی جان و دلی تو گردد از رای باسواب یار حریف ماست این شب با ما نظری خداست این شب امشب شب قدر آید یار گلباد علی صداست این شب ما را به دعای خیر یاد دار یعنی شبی باست امشب در صرف عشق عاشقان را جامی همه کس رواست این شب آنه که گدایش خوانده بودی دریا که پادشاست این شب قدرش جمالشان سدی پرس قدر بزین کلاس امشب
هم پیچیدند بردند به میزان عمل بیش از همه کس گناه من بود ولی ما را به محبتی علی بخشیدند حیام بکام ماست مهرا چه غم استه آفلاک غلام ماست مهرا چه غم استه آسمان تابع هسته‌ای ای شای امام ماست ما را چه غم هسته‌ای خواجه در این جهان شراب خبری روزان شبان در طلبی سیم و زری خالق ذوالجلال
عرش و کرسی گنبدی ای گنبدی دوار مست از ملک ور قدسیان انجن و حس هم بیشتو اختران امنار مست ما بخواشد و کواکب ای کواکب سر بسر از جمالی آن مهی انوار مست شرق و غرب و کوه دشت و جر و بر از تجلی جمالی یار مست شمس تبریز جنیدو بایزید گشت منصور از غمش بردار مست خوش می گفتا این غزل مسکین حسین از دیدنی دیدار مست دستی بر سوراخ بری از سر مارنده شکان پای درگی منی از نیش خاننده شکان در شنا باشد کمتر از بیلش مدان این نصیحت گیر به گوش و زینه ها اندیشه کن پشه شد زنده داران خون مردم میخورند ای پسر از مردمی شب زنده دارنده شکان ناصری خسرو اگر می میخوری مستانه باش جام را در کش ولیکن از خمار اندیشه کن So
Йоли Мадад. Як ҷавон ташаккур барои омаданатон. Салавен қадам расад балон нарасад. Дӯстони азиз, меҳмонони гиромӣ, дамы и господа, на самом деле это день запоминающий. Мы решили провести МАДО не просто так. Мы решили посмотреть, как пройдет МАДО и кто придет. Я очень рад видеть среди вас молодежь и в частности детей. За это отдельные аплодисменты. Баракат вы. Я скажу вам по секрету, есть люди, которые на самом деле очень хорошо поют МАДО, но они не смогли все прийти. У кого-то свадьба, у кого-то жена не пустила. Но эти люди, которые пришли и которые сделали так, что Мутана Урзашуд, огромное спасибо, и я приглашаю на сцену, как настоящих артистов, поклон зрителям. Холова весел, эти аплодисменты вам. Шероску большую, Авзал Шоу, Назар. Гром Моев. Гром Мамаджон.